توی تربیت بدون تشویق ما بیشتر دنبال این هستیم که تایید کنیم. 2 مادر مثال میزنم. مادری که به بچهش میگه واو چه پیکاسویی بچم، بعد یه مادر دیگه میاد میگه خطی کرده دیگه، کاری نکرده که. نه، ما هیچ کدوم از اینها رو به بچه نمیگیم. ما حتی توی کلام هم مراقبت میکنیم. بچه رو باجگیر تشویقی نمیکنیم. موقعی میگیم آفرین که واقعا اون 1 درجه آفرینه باشه، ولی تایید رو دائما به بچه ها توی کلام میدیم. تو از پسش بر اومدی؟ یعنی معطوف میکنیم به خودشون، چون ما داریم عزت نفس میسازیم. آهان تو تونستی اینا رو بکشی، معنیشو میگی؟ تو از پسش بر اومدی؟ چقدر تلاش خوبی کردی، بیا دوباره بسازیمش. اینا تایید تشویق نیست. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودی. راستی هر روز پست آموزشی داریم. از پیج آرشیو مادرانه رو دنبال کن. چه خوبه که در مسیر رشدی.